70% ساکنان ولایت سوغد در یک نظرسنجی گفتند که در تأمین بی‌خطری خود به مقامات پلیس اعتماد دارند، ولی تنها کمتر از نیم آنها کار و فعالیت کارمندان پلیس را در این سمت خوب ارزیابی کردند. بنا به نتیجه این نظرپرسی 10% پرسیده شدگان کار و فعالیت کارمندان پلیس در تأمین ترتیبات جمعیتی و بی‌خطری ساکنان را بد نامیده، 41% دیگر به این سوال پاسخ ندادند. این نظرسنجی را سازمان جمعیتی ضیائیان علمی و تکنیکی به اصطلاح انتی در شهر خوجند در همدستی با شورای جمعیتی نزد پلیس و مقامات نهاد تیر ماه سال 2017 در بین 523 ساکنی 9 شهر و ناحیه‌های سوغد دایر کردند. مظفر باباجانوف رهبری سازمان جمعیتی والدین سربازان در این نظرسنجی به حیث رهبری گروه جمعیتی شرکت کرده است. او در صحبت با رادیوی آزادی روز 15 ینور گفت که افرادی از 16 تا 65 ساله نظر دادند و بیش از نیم آنها زنان می باشند. به قول او اعتماد حدود 70% پرسیده شدگان به مقامات پلیس بازگوی بهبودی کار این نهاد حمایت از زندگی آرام و آسایشته مردم است. در این حال کارشناسان میگویند برداشت مثبت این پرسش در آن است که ساکنان در چشم خادم پلیس حامی امنیت و آرامی خود را میبینند، ولی هنوزم حداقل بیش از نیم ساکنان به اینکه کارمندان پلیس وظیفه‌های خود را طبق قانون و بی رشوت اجرا خواهند کرد باور ندارند. کارشناس نعمت الله میرسعید میگوید در حال کنونی نبود همکاری زیچ مردم با کارمندان پلیس بیانگری ضعف اعتماد بیشتری ساکنان بر طبق قانون کار کردن کارمندان پلیس می باشد. پرسش افکار عموم در رابطه با اطمینان به مقامات پلیس به قول دایر کنندگانش در تاجیکستان بار اول در قسمت شمالی این کشور دایر می شود. این نظرپرسی با $10,000 یاری مالی سفارت امریکا در تاجیکستان راه اندازی شده است. پرسش نظری ساکنان درباره کار کارمندان حفظ قانون در تاجیکستان از جمله نظر مردم به مسائلی مثل فساد در سالهای گذشته نیز انجام شده است. یکی از موضوعهای داغ مربوط به کار پلیس از نظر مسئولان ساحه دست به فساد و رشوه زدنی آنها است و این در حالی است که کارشناسان میگویند دست به قانون شکنی از جمله رشوه و فساد زدن کارمندان انتظامی، افرادی که باید بی‌خطری و آزادی شهروندان و ترتیبات جمعیتی را تامین کنند میتواند به اعتبار دولت لطمه زند